سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. بریم سراغ آموزش. ببین دوست خوبم، ما اینجا میخوایم رادیو میکروتیک مناسبمون رو بر اساس پهنای باند و فاصله بین اونا انتخاب کنیم. بریم ببینیم چه نکته‌هایی رو باید رعایت کنیم، با چه چیزهایی باید آشنا باشیم و تمامی نکاتی که باید بدونی رو طی قسمت‌های آینده به صورت کامل و جامع با انواع محاسباتش بهت میگم. خب ببین، ما اینجا اول باید بریم سناریو تعریف کنیم که چی میشه. آقا من میخوام از رادیوی اولم توی نقطه A که دوربینام هستن بیام به قسمت بعدیم به نقطه B که رادیوی دومم هست که دستگاه انویارم هست یک سری تصویر بفرستم. حالا این سناریو میتونه اینجوری هم چیده بشه، من بیام توی رادیوی اولم که دوربینا هستن دستگاهم اینجا باشه و توی رادیوی دوم توی نقطه B عرض کنم خدمت دوست خوبم کلاینت باشه، کامپیوتر باشه، هر دیوایسی که میخواد اون تصویر رو دریافت کنه از رادیوی اول و نمایش بده، یا اینجا اصلا با اینا اجماع بشن و برن روی یک رادیوی دیگه. قبل از شروع آموزش باید سری چیزها رو بدونی. ببین، ما دو تا استاندارد داریم، UDP TCP. UDP چی میگه؟ میگه آقا من برات یه دیتا ارسال میکنم از رادیو، ولی چک نمیشه که این دیتا به نقطه B به رادیوی دومت رسیده یا نه. اما توی TCP ما چی میگه بهمون؟ میگه عزیزم من میام برات دیتاتو میفرستم، بدرقش هم میکنم، چکش هم میکنم که ببینم اصلا رسیده به رادیوی دومت یا نه. و ما توی انتقال تصویر دوربین از جفتش استفاده میکنیم، اما بهترین و امترین روش میشه استاندارد TCP که دیگه خیالمون راحت باشه که آقا من دیتام از این دوربین از این رادیو انتقال پیدا کرد و رسید به رادیوی بعدیم. خب ببین، شما وقتی که میخوای رادیو تو کانفیگ کنی، وقتی وارد منو میشی یه سری استانداردها داره. هر استاندارد میاد یک سرعت انتقال اطلاعاتی در اختیار ما میذاره. الان اینجا توی این قسمت اینجا الان تب وایرلس دیگه، ما اینجا میخوایم مثلا کانفیگ کنیم. خب شما وقتی کانفیگ میکنی با این بخش رو در رو خواهی شد. حالا ما اینجا این که مودش کار نداریم، SSID رو کار نداریم، فرکانس رو کار نداریم، چنل وید رو کار نداریم و فریکونسی مود رو کار نداریم. اینجا بند کار داریم، ما اینجا با باند رادیومون کار داریم. خب یک سری عدد داره. این عددها چی هن؟ ببین، هر عدد طبق این چیزای دادایی که الان اومد زیر عکس برات یک سری برای شما میاد پهنای باند فراهم میکنه. مثلا استاندارد B 802.11b میاد 11 مگابیت پر سکند بهت اجازه میده. حالا ما توی 802.11n که میشه همون 5 گیگ اونلی n 5 گیگاهرتز اونلی n میایم 450 مگابیت پر سکند پهنای باند به دست میاریم که حالا میشه یه جایی هم میگن که بین 300 تا 450. خب حالا ما معمولا وقتی که میایم کانفیگ میکنیم و حالا استفاده میکنیم، شما اگه یک صرفا انتقال تصویر ساده است، ما کارمون با همین 802.11n 450 مگابیت پر سکند، حالا شما بگو 300 الی 450 مگابیت پر سکند به ما اجازه خواهد داد که بیایم پهنای باند ارسال کنیم، اما به شرط‌های مختلف. ببین، شما پهنای باندت پرت میشه، از سمت رادیو پرت میشه، شما بگو اصلا 1300 مگابیت پر سکند رو داری پرتش میکنی. فرض کن شما موندی، منم موندم، میخوام یک لیوان آب بهت بپاشم. وقتی که درخت جلومون نیست، وقتی که فاصله‌مون نزدیکه، وقتی که باد نمیاد، خب 100% میزان آبی که روی لباس شما میریزه خیلی بیشتر از وقتیه که ما میایم و با یک سری موانع، فواصل دور و حالا یک سری شرایط آب و هوایی خاص مواجه میشه. یعنی چی؟ ببین، من وقتی که توی شهرم، جایی که دکل‌های مخابراتی زیاده، روترها زیاده، سرورهای مختلفی دارن روی این فرکانس‌ها کار میکنن، حجم ترافیک اون فرکانس میره بالا، خب مسلماً ارتباط رادیوی ذره هم مختل‌تر میشه و هم محدودتر میشه. خب پس میزان نویزی که تو محیط هست
شرایط آب و هوایی و فاصله بین دو نقطه. خب شما وقتی که توی یک فضای دور افتاده، مثلا یک کارخونه‌ای که توی شهر نیست داری کار میکنی، فاصله هم که زیاد باشه باز ترافیکی کمتره. یعنی شما اینو شاید داشته باشی با موانع، اما این نیست. ولی یه جایی مثل شهر خیلی پیش میاد که شما از یک سر شهر تا اون سر شهر میخوای انتقال تصویر رادیویی بگیری. اینجا هم میزان نویز محیط تو داد در نظر بگیری، هم فاصله بین دو نقطه رو. حالا آب و هوا رو ما میگیم مثلا ولش کن، ولی این دوتا خیلی مهمن و خیلی تاثیر میذارن. همه اینا رو میگم، محاسباتشو بهت میگم، فقط الان میخوام بدونی که چی به چیه. بریم اسلاید بعدی. ببین شما توی این قسمت داری یاد میگیری که خب من باید به چیا توجه کنم. ما اینجا باید به مؤلفه های یک رادیو وایرلس مناسب توجه کنیم. من میخوام رادیو بخرم، باید به چی توجه کنم؟ چی رو در نظر بگیرم؟ مورد اول، قدرت آنتندهی رادیو. ببین دوست خوبم، همه رادیوها برای اینکه دیتایی رو انتقال بدن و ارسال کنن نیاز به یک آنتن دارن. این آنتن یا روی خودش نصبه یا باید جداگانه خریداری بشه برای وقتی که شما میخوای به یک فاصله خیلی دور یک داده رو ارسال کنی و بیاد و پشتیبانی کنه رادیو رو. و معمولا آنتنایی که روشونه خب آنتنای 16 دیبی، 24 دیبی و 27 دیبی میشه گفت. و خب هرچی دسیبلش بره بالاتر پایدارتر و طولانی‌تر این رابطه. هرچند یک سری نکته دیگه هم هست، مثل تیون بستن و تراز بستن رادیو، مثل اینکه هر رادیو یک زاویه پرتابی داره که باید بهش توجه شه. اما خب این عمده تره، این کلی تره نسبت به اون. مورد دوم، پردازنده رادیو یا سی پی یو. ببین مسلما هرچی پهنای باند بیشتری رو بخوام ارسال کنم باید سی پی یوم قوی تر باشه. من نمیتونم از یه پراید انتظار داشته باشم که به بنز برسه. چرا؟ چون موتورش ضعیفه. خب حالا وقتی که سی پی یو رادیو ضعیفه، پهنای باند محدودتری رو در اختیار من میذاره. یعنی من متناسب با پهنای باندی که دارم باید متناسب با سی پی یویی که داره دستگاه باید از رادیوم انتظار پهنای باند داشته باشم. مورد سوم، باند فرکانسی. خب این هم یه نکته بگم، رادیوهایی که ما معمولا استفاده میکنیم روی باند 2.4 یا 5 گیگن. خب که حالا توی نسل جدیدتر با پیشرفت تکنولوژی 5 گیگ و حالا 6 گیگش هم هست، اما معمولا ما با این دوتا سر و کار داریم. بریم سراغ مورد بعدی، رادیوهای AC و HP. اصلا چی هن اینا؟ ببین شما گاهم پیش میاد میخوای از یک رادیو به عنوان اکسس پوینت توی مرکز استفاده کنی، خب توی انتقال تصویر پوینت تو مولتی پوینت، و اونو مرکز بذاری. خب میری سراغ رادیوهای های پاور. های پاور چیه؟ های پاور قوی تره و لایسنسش لول 4. خب پهنای باند بیشتری رو بین چند رادیو بهت میده. قوی بودنش یعنی این، یعنی از لحاظ پهنای باندی که بین چند رادیو داره خیلی بهتره. هرچند اینا از لحاظ پوینت تو پوینت هم میشه استفاده کرد، توی اون زمینه هم میشه استفادهش کرد. صرفا اینجوری نیست که بگیم پوینت تو مولتی پوینت باید بستش. این یک مثال. میریم سراغ رادیوهای AC. این فرقش چیه با HP یا های پاور؟ کارت وایرلس قدرتمندتری داره. کارت وایرلس هم الان بهت میگم. خب شما کارت وایرلسش مثلا پورت 10,000 داره. خب دیتای بیشتری رو منتقل میکنه 100% و میشه گفت از HP قوی تره. حالا مورد بعدی همون سرعت کارت وایرلسه. ببین ما دو تا استاندارد داریم، بهت گفتم 802.11n بین 300 الی 450 مگابیت پر سکند به ما میاد و و اجازه میده که پهنای باندمون رو ارسال کنیم. یه استاندارد دیگه هم داشتیم 802.11ac. حد زیاد شما اونجا 1300 زده بودیم دیگه، اینجا میشه 867 مگابیت پر سکند. حالا اینا در صورتیه که ببین اینا رسما میشه گفت اسمیه. چرا؟ چون وقتی که محاسبه میکنیم واقعا میبینیم که اینا تابع شرایط محیطی هن. یعنی شما توی ایدئال ترین حالت ممکن میای و به این 867 یا 300 مگابیت پر سکند توی این دوتا استاندارد میرسی که این میگم در ایدئال ترین حالت ممکنه و معمولا در دسترس نیست این پهنای باندی که شما مد نظرته. بستگی داره تیون بستشه، تراز بستشه، زاویه هاشون روبروی هم باشه و شرایطی که همون بالا بهتون
گفتم توی اسلایدهای قبلی. دوست خوبم این از بخش اول آموزش، میخواد خیلی دیگه طولانی نشه و در پارت های بعدی خیلی واضح‌تر و بیشتر میام و بهت میگم که چه چیزایی رو نیازی که بدونی. پیج اینستامون هم اون زیر می نویسم.